سلام مادر. چی شده؟ ما را گفت دیگه مکتب نیایین. گفت دیگه درس نمیخوانین بخوانید. تا صنف 6 باید درس بخوانید. تحصیل میگم قبس است. از چی کار کنم مادر؟ ما آینده ما خراب میشه. گریه نکن مادر گلم، گریه نکن، فدایت برم به دختر قشنگم. چی کار کنه آینده؟ ببین بچه، ما از تحصیل ماندم، ما از درس و مکتب خود ماندم. ما نتونستم که تحصیلات کنم، یک جای برسم، یک کاری شوم. حال سر شما ما روز آمد. چی کار کنیم؟ ما هیچ کار از دست ما نمیتونه، هیچ کار از دست ما بر نمیایم. غصه نکن مادر جانم، گریه نکن. چی کار کنم؟ ما هم کار از دست ما نمیایم مادر، نمیتونیم هیچ کارو بکنیم. بخیر چای بیار، چای بیار. بخیر لطفا. بیش اونجا بیشه که سعی چهره مانوسته ببینم. چی گپ است؟ چی گپ است باز؟ با چی گپ انداختی؟ خب مکتب درس دیگه میخونه. اجازه نمیده که درس بخونه. خود درس نخونه. خیلی چیکار کنه؟ بشینه در گوشه خانه؟ کلی زنها در گوشه خانه است. در قوم ما کدام تا رو میبینی که خانمش درس خوانده باشه یا دخترش؟ ها؟ درس چی است؟ باید کار یاد بگیره در خانه. فردا رو شوی میکنه، میره پشت بختش، اولاددار میشه. یعنی چی؟ ما ایره در کدام جای بیادر خارج شوی میتم که بره درس بخونه. خب میره در بین تندور خانه نان پخته کردن یادش بته. درس چی است؟ من اگر درس میخواندم آل خانه قریه میشدم، ها؟ کلگی با من احترام میمان. اونمو زور بود که درس نخواندم، مردم در گرد خود جمع کردم. آمده بود که من دکتر فلانی سم. یادت هست چی جورش کردم از این منطقه گریخت؟ ها؟ گریخت یا نگریخت؟ خب من چطور کنم؟ ما چطور کنم؟ بیبی آجی صادق خو شناختی؟ اه دیگه کی هسته؟ دیگه یه اشکار نریزی اینجا. یه اشکای تمسایتانو من میفهمم. زن شریک شیطان است. حالی آجه صادق بگه کی هسته؟ زن آجی صادق رو نشناختی؟ نه. بیادری آجی دهیم. آجی دهیم چندین بار برای من گفت که خانمی خدا بیامرز آجی صادق فوت شده. یادت هست؟ 15 سال پیش اگر یادت باشه. 15 سال پیش. بله؟ چی؟ تو هم خدا جوانک بگی حال سری من. ها؟ 14 سالگک. تو هم خدا جوان بگی حال سری من. چهار با تو هم دیدن سری من بانه میگیری که رقم. دختر است، واجد صادق هم آدم خوب است، میشناسه مردمی قریه خود ماست. برو قرار ازدواج کنه، زندگی خود پیش ببره. شریکی کاروبارم هم است. چطور دلت میاد که دیگه آدم پیر دختر تبیتی؟ یعنی چی؟ پیر جوان نداره؟ پیر جوان نداره؟ یه سعی کده بر من. بس من به خاطر درس گریه داره یاد. بخیر 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 جان بخیر برو. چی گفت برادر؟ خیریتی است؟ خیریتی است؟ چی گفت؟ من رفتم بودم شهری بیرون که خانه رفتم بشینه بودم. یادم می شما که می درس خواندیم بستان است. اما شما که درس میخونیم بستان است. اما شما که زدیم مملکت به یالت رسوندیم بستان است. حالا ما درس نیکتایی زدیم و نمیفهم چی کردیم، زدیم فرهنگ این مملکت خراب کردیم. حالا ما درس خواندیم گناهکار نشدیم کاکا جان. چی گناهکار نشدی؟ مگم امروز دختر ما میتونست بیاد در خانه جرأت داشته باشه که اشک بریزه که ما درس نخوندیم به خاطر درس؟ درس یعنی چی؟ خوب کار میکنم این دولت که نمیمونه صفر 6 به بعد درس بخونه. حالا درس نخونه چی کار کنه؟ درس نخونه پیش در خانه پیش گفتم برای شاجی صادق خود شناختی. بله. بیا در اجرایی. و آدم در میآید خواستگاری. میتونست توکل به خدا شریک کاربار ما رو است. آدم خوبم است، آدم قریه هم است، میشناسمش. برای قرار زندگی خود شروع کنه. درس. حالا همین دخترتون شوق علاقه برای درس کرده. حالا فردا مسئولیت یک فامیل رو دوش میگیره. اینجا سر من خود قاضی نساز میده. تو در زندگی من دخالت نکن.
دریشگاه پوشیدی و نیکتایی زدی بیادر بخیر برو بیادر که منو با یادم خلقیات سابق نکنی برو خودتان میفهمم. برو بیرون آمدن هر کدامش اینجا مرا نصیحت میکنن ما خودم میفهمم زندگی دست حق نداره در خانه من دخالت کنم در قانونی ما دخالت کنم ما برو یک برو بهش اجازه صدا کن دخترم الله چیکار کنم چطور کنم دختر گل نازه آره تو خود دستات بشه تو مدی چون تیار بدی چرا نشدی آماده باز فیلم چی است؟ باز دیگه فیلم انداختی ببین دختر مادر چی دروغ میگه دروغ میگه یک بار نگاه کن ببین جیروز از سر ما آوردی ای خدا آره دختر ببریم پیدا کن مسئولیت چی گپ شده؟ چی گپ شده؟ چی گپ شده؟ من خود تو را گفته بودم تو را نگفته بودم که کت از پیرگی 60 ساله ایتاش نکنم قبول نکن ایران چمار شدیدی ولی چی رو گریان میکنی؟ وای من خود تو را گفته بودم همین دختر قبول نمیکنه همین دختر مکتب میخونه همین من گفتم این دختر با شوقی علاقه با در مکتب بود اجازه نداده این کار ماست این من کشتیم این با دستای خود مولا من کشتم ای خدا منو میبخشی این حالی خود نه خدا میبخشه نه هیچ کی نمیبخشه تو را فهمیدی؟ نه بیا آقا بیا در روش میذارم چی شدی؟ چی شدی؟